السلام علیکم درزیای خودم. من وقتی که گفتم بابای حاجی مرزا را میبینین زیارت میکنیم. السلام علیکم حاجی بابا، نازت اینجا. رحمت درزیای من شما را سخت حرمت میکند. ما عائله موقتی ناحیه ظفرآباد ویس مردمش سلام او را شما باور. علیکم السلام. رحمت، تشکر زیاد. چیز گفتنی داره درزیای من؟ اكو دروزیش هم دوستاده یا هم دوستا. خاص از اولم سیو شما را خیر مقدم میگیم. چقدر که شما قید کردین که از دیدار ما شاد شدین، ما هم از دیدارای شما، از آمدنای شما هم شادیم. با آمدن مهمان باید آدم شاد باشد. با مهمان تا مهمان دارد. برای همین ما هم از نوارهای شما هم میبینیم مقصد خیلی خوبیش در چیه که میگد که در حدیث های پیامبر که خیر الناس من ینفع الناس، بهترین های شما کسانی هستند که از اون مردم استفاده برند. کسی را از کسی مردم به خوبی استفاده برد پیامبر صلی الله علیه و سلم و بهترین نفر در امت من است. برای من گمان میکنم که غلام جان که همین از شما مردم امروز مقصد استفاده میبرند، چه از مثال بگیم همون دلالتاتون، چه از معامله هاتون. برای همین خدا خیرتون تیاد. تشکر زیاد. یک دعا برای پتیسچکام همشون امیدواره که یک دعا تیاد. خدای مهربان همه برادرایی که همراه بگیم برادر ما غلام جان هستین، خداوند عمراتون دراز کنه، تنتون صحت کنه، ایماناتون کامل نگه داره و الله مهربان همه آرزوها و تمنیات و مقصودهای نیکتون حاصل کند. آمین یا رب العالمین. همتون به هزار رحمت درزیا هستم. اینا دستای بزرگن. 60 بدر اومدن حاجی بابا، دستای بزرگشون کتیدن. انشاءالله 100 بدر آید. الله نگاه بون. تاجیکستان جان دینم وطنم با پیش حاجی مرزا حاجی بابا ما 100 بدر آید. رحمت.